دوستانی که کتاب کیمیاگر پائولو کوئلیو رو خوانده باشند می‌دانند که در بخشی از صفحات این کتاب پائولو کوئلیو این چنین می‌نویسد: وقتی خواستیم برای رسیدن به مصر از دل صحرا عبور کنیم، کیمیاگر گفت شترت را بفروش و اسب بخر. گفتم چرا؟ گفت شترها خیانتکارند، تا آخرین لحظه راه می‌روند و ناگهان و بیخبر از پای در می‌آیند. اما اسب خستگیش را در طول مسیر گوشزد می‌کند و سوار متوجه می‌شود که باید به اسب استراحت بدهد و آن را تیمار کند. در سفر زندگی تن ما همان شتر است. تا 60 سالگی فکر می‌کنیم همان جوان 20 ساله و چابک و چالاکیم و خستگی ناپذیر. صبح تا شب مدرسه و اداره و باور نمی‌کنیم این بدن توانایی قبر را ندارد و خیلی زود صاحبش را تنها می‌گذارد و می‌افتد. چه بسیار دوستان و بستگانی را سراغ داریم که شاد و سرحال و قرص و محکم بودند و ناگهان بی هیچ عارضه و دلیل جان به جان آفرین تسلیم کردند، بی هیچ هشدار و بی هیچ بیماری. یادمان باشد مرگ با شیپور و بوق و کرنا نمی آید، پیامک اتمام بسته هم ارسال نمی کند. امشب قبل از خواب کمی دقیق تر در آینه نگاه کن. تو آن آدم 10 سال پیش نیستی. اینقدر از تنت کار نکش. اینقدر روح و روان را در معرض چالش قرار نده. هرچه درآمد بیشتر، هزینه ها هم بیشتر. این جملات را به خاطر بسپار. 80 سالگیت را ببینی ولی 2 میلیارد کمتر داشته باشی، بهتر از آن است که در 60 سالگی 10 میلیارد برای وارث به جا بگذاری. حتما برو جلوی آینه و برخلاف همیشه که یک نگاه سرسری به خودت میاندازی، این بار با دقت و البته با علاقه و عشق به خودت نگاه کن. تو همیشه اینطور نمیمانی.